نشونه بعد اینه که بیش از حد روی جزئیات تمرکز میکنید. مخاطب در سوشال مدیا اصلا نمیشینه فکر کنه به اینکه اون پشت اون ساعته باتری روش هست یا نه. جالبه دیگه. اون قسمت مثلا آباژوره کجه یا صافه. این تمرکز بیش از حد شما این مغزه رو خسته میکنه. این اول از همه اینقدر شما فکر میکنید خب و باعث میشه که جلوی شیر کردن اون محتوا هم گرفته بشه. و وقتی که شما اون محتوا رو شیر میکنید فقط منتظر اون یه نفرین که بیاد اون موضوع رو بگه. مثلا ممکنه صداتون اولش خوب نشده باشه ولی محتوای خیلی خوب بوده، صدای خوب نبوده. 5000 نفر کامنت بذارن آقا سینا مرسی عالی بود چه محتوایی. تو میری همون کامنت رو پیدا میکنی که نوشته صدات اولش خوب نبود و میگی که اخ دیدی گفتم؟ دیدی باید اینو بهتر میکردم؟